ریکارد به خیالم که شروع شد، خدا کنه شروع شده باشه. خب گفتم موضوع بحث ما و شمایی بود که بریم باید وارد بایننس شویم و مکمل در مورد صرافی بایننس ای که چه قسم دوجه اکاونت جور میکنین، باز اکاونت که جور شد پیسر چه قسم پرتین در بایننس یا چه قسم پس بکشین زمانی که پیسر در اکاونت بایننس تان انداختین. بعد از اوجه خرید و فروش که میکنین، یک پوزیشن را که شما باز میکنین چه قسم او کار را میکنین، مثلا آردر میتین، لیمیت میمانین، استاپ لاس را فعال میکنین و خود سیتینگ اکاونتتان یا امنیت سکیوریتی اکاونتتان را چه قسم تنظیم بکنین، مارکت صرافی بایننس چه قسم از کدام کوین ها وجود داره در اوجه. این مسائل را باید در جلسه سرش صحبت بکنیم. ولی قبل از او که وارد موضوع همین موضوع شویم، اینی موضوعی که عنوانش همی بینین trading types، این را سرش باید صحبت بکنیم. مطلب از این چی است؟ از این است که زمانی که شما در بایننس ترید را شروع کنین من حیث یک صراف ارزهای دیجیتال، زمانی که شما در اوجه خرید و فروش را انجام میتین، معاملات را انجام میتین، این معاملات به انواع یا به اقسام مختلف انجام داده میشه. 2 3 4 5 نوع شما میتونین در بایننس معامله بکنید، خرید و فروش را بکنید. یعنی همین شیوه خرید و فروشتان 2 3 و 4 نوع شده میتونه. از او جمله 2 نوعش که بسیار مهم است، مردم اکثریت که کار میکنن امی خواستن در افغانستان امی 2 نوع معامله را انجام میتن. کدام 2 نوع است؟ و ما و شما تنها سر امی 2 نوعش صحبت میکنیم که کتگوریش سر و کار هیچ نداریم. ما و شما در این دوره تا آخر بالای موضوعات صحبت میکنیم که گفته بودم براتون که مهم است، مسائل است که شما به شما نیاز است که ترید میکنین. زمانی که ترید میکنین شما باید بفهمین این مسائل را. تنها اینی مسائل براتون درس داده میشه. مسائل هوایی و جانبی خوب بسیار زیاد است که هیچ نیاز به اونها شما ندارید. پس از او خاطر در اینجا تنها سر 2 نوع بزرگ معاملات یا انواع معاملات که در دنیای ارزهای دیجیتال انجام داده میشه سر از ما و شما صحبت میکنیم. این 2 نوع کدام نام ها را داره؟ نوع اولش به نام سپات نامیده میشه و نوع دومش به نام فیوچرز. اینی 2 نوع معامله در بایننس وجود داره که شما یکی از اینا را انجام میتین. خب اینا رو پیش میریم، هر دوی از اینا را تشریح میکنیم. اول همی معاملات به سبک یا به شیوه سپات که است این را سرش صحبت میکنیم. ببینین این چه قسم معاملات است. شما زمانی که کار میکنین در بایننس، فرض کنین شما یک سپات تریدر هستین. به شکل سپات شما میخواین یک چیز را بخرین و بفروشین. این چی معنا میده؟ این معنایش است که امی سپات خودش معنای لحظه و یا محل را میده. یعنی چی؟ یا نقطه زنی. یعنی چی؟ معاملات سپات معنایش است که شما امی که تصمیم بگیرین، مثلا امی فعلا در اکاونت تو پیسه داری، با اونمو پیسه میخوای یک ارز را بخری. در امی لحظه جای تو همو ارز را زمانی که تصمیم بگیری و دکمه بای را فشار بدی توی را میخری. پول از اکاونت تو میره به جانب مقابل و از اون طرف همی ارز را که تو خریدی میاد اکاونت تو. بس ساده همی تعریفش شد یا همی طریقش شد. و همین معاملات را که ما و شما انجام میتیم، مثلا در بازار فیزیکی موتر بخر، خانه بخر، یک سودا رو بخر، عین مثال از این را داره. میری پیسه در جیبت است، از بازار میخوای موبایل رو بخری، با دکاندار پیسه رو میتی موبایل رو میخری، موبایل رو تو میگیری پیسه رو او میگیره. این رو میگه معامله اسپات. در سایت دیجیتال هم قسم است. تو معامله اسپات رو میخوای انجام بدی، مثلا بیت کوین رو میخوای بخری یا ایتریوم رو میخوای بخری، در اکانت تو پیسه است. تو با نمی پیسیت مثلا $2000 را در اکانتت داری، با می $2000 تو میخوای ایتریوم را بخری. یک دانه ایتریوم میشه بایی، این $2000 از پیش تو میره، یک دانه ایتریوم به اکانت تو میایه که ارزشش $2000 است. او روز براتون تشریح کردم. نه باز مثلا می ایتریوم را تو داری نگاهش میکنی، یک وقتی میشه $2500.
باز دوجه که توی رو بفروشی، پس یک دانه ایتریم از پیش تو میره به طرف مقابل، در بدلش به اکاونت تو میایه $2,500. یعنی تو $500 در این معامله مفاد کردی. این رو میگه معامله اثبات. این حال من در یک مثالی رو بر تشریح میکنم. فرض کنین که شما در اکاونتتان $100 را دارین. $100 مکمل همون سرمایه شماست در می اکاونت بایننس شما. این را دارین و با این $100 میخواین یک ارز را بخرین، ارز ABC. براتون مثال میتونم. فرض کنین که همین ABC نام یک ارز است، مثلا BTC نام بیت کوین است یا مخفف بیت کوین است، ETH مخفف ایتریم است. ABC را ما براتون مثال دادیم. شما در اکاونتتان $100 سرمایه دارین، میخواین با $100 ارز ABC را که قیمتش در لحظه فعلی $100 است میخواین این را بخرین. یعنی قیمتش که $100 است، شما دارین $100، یعنی شما یک دانه ارز ABC را میخرین. صحیح؟ قیمت از $100 است گفتم، قیمت ارز ABC. شما ای را با همین $100 خریدین یک دانش. این $100 رفت به جانب مقابل و از اون طرف یک دانه ارز ABC میاد در اکاونت بایننس شما و شما میبینینش که اینم من یک دانه ارز ABC را دارم که ارزشش فعلا $100 است. زمانی که شما خریدین ایره، فرض کنین یک روز گذشت، 2 روز گذشت، قیمت از این میره بلند، چون شما از همین خاطر خریده بودین که مفاد بکنین. با $100 ایره خریدین و تحلیل کردین که قیمت ABC ممکن بره به $110 و از او خاطر شما ایره در 100 خریدین. باز اگه در 110 میره شما $10 مفاد میکنین که 100 تون تبدیل به 110 میشه. یعنی و همه قسم میشه. فرض کنین هم قسم شد شما ایره در $100 قیمت $100 خریدین، ای رفت به $110 و در همون قیمت $110 شما باز تصمیم میگیرین که ایره پس مفروشین. خب شما یک دانه ارز ABC را دارین، در بدل $110 که او را بفروشین. خب میفهمین که $110 به اکاونتتان میایه، یک دانه ارز ABC از پیشتان رفت. یعنی شما چقدر مفاد کردین؟ شما $10 مفاد کردین. $100 از خودتان بود، $10 همون مفادتان شد که مجموعاً انال شما بر معامله بعدی در اکاونتتان دارین $110 را. بس دیگه چیزی نداره. این شد معامله اسپات. انشالله که فهمیده باشید. اگر سوال براتون پیدا میشه در جریان درس، پیش خود یادداشتش بگیرین و در آخر باز باید سوال رو بپرسین. خب این شد معامله اسپات. انال فهمیدین که یک معامله مشابه به معاملات است که ما شما در بازار انجام میتیم. مثل که از دکان یک چیز را میخری، رفتی در وجه به نام ABC یک چیز در دکان بود، $100 را دادی ایره خریدی، آوردیش، دیگر روز پس رفتی قیمت شده بود، خودت ABC را داشتی، فروختیش، $110 را گرفتی از بازار، اما ABC از پیش طرف $10 مفاد کردی. میایم سر فیوچرز. ای واس کدام نوع معاملات هست؟ اسپات خوش شد. نوع اولش، نوع دوم معاملات فیوچرز که است. از نامش خود شما حتما میفهمین که معنای آینده را میده. معاملات که در آینده انجام داده میشه یا بر اساس آینده. ای چه قسم است؟ در مثال براتون واضحش میسازم. خب ایجا باز شما فرض کنین که در اکاونتتان امو $100 سرمایه را دارین، ولی ای دفعه با همی $100 تان شما میتونین معامله اسپات انجام بدین یا معامله فیوچرز را. خب فرض کنین این دفعه شما میخواین با همی $100 سرمایه تان معامله فیوچرز را انجام بدین. ای باز چه قسم میشه؟ ایجا شما فقط $100 را تصمیم میگیرین که توسطش معامله فیوچرز را انجام بدین. ایجا بازار در این معاملات به شما قرض میده. فرض کنین به شما 10x قرض داد به خاطر این معامله. یعنی چی؟ یعنی هر قدر که شما سرمایه دارین 10 برابر از او به شما بازار قرض میده.
که میشه چند؟ که میشه $1000. یعنی شما فقط در اکاونتتان $100 را پرتین، $1000 را برتون خود بایننس قرض داد به خاطر تنها به خاطر اینی معاملیتون. این 10x را که گفتم این فیکس نیست که حتما 10x حتما همین اندازه قرض را میتونین بگیرید. کما میتونین زیاد هم میتونین، مثلا حتی 125x هم شما قرض گرفته میتونین، یا مثال 20x 20 برابر سرمایه شما برتون قرض میته. که خب این حالا که $100 از خودت باشه، $1000 از بازار چند میشه؟ به خاطر اینی معاملیتون شما دارین $1100 را و به برکت امو $100 شما با $1100 معامله میکنین. فقط $100 را در اکاونتت پرت و با $1100 معامله را انجام بده. $1100 از کجا شد؟ $1000 را یا 10x را خود بایننس برتون قرض داد به خاطر اینی معاملیتون. خب اینال شما میاین تصمیم میگیرین که همی ارز ABC را که در اوجه معامله کرده بودین در ایجا باز میاین ارز ABC در بازار وجود داره، شما میخواین همی ارز ABC را با همی $1100 بخرین. قیمتش چند است؟ قیمتش $100 است. در قیمت $100 شما با $1100 ارز ABC را میخرین. چند دانه ارز میشه؟ یعنی شما 11 دانه ABC را میخرین. قیمت یک ارز ABC $100 است، شما دارین $1100 را. با $1100 که شما مکمل با مجموعش ارز ABC را بخرین، یعنی شما 11 دانه ارز ABC را میخرین. یعنی واضح ساده است، مشکل نداره. خب زمانی که شما این را خریدین در قیمت $100، قیمت ارز ABC $100 بود، شما این را خریدین، مثال یک روز دیر شد تا آخر روز تا شام تا فردا قیمت از این رفت به چند؟ رفت به $110. خب اینال دیگه دیجا شما میفهمین که شما چی کردین؟ با $1100 در قیمت 100 ارز ABC را خریدین، قیمت از این رفت در $110. یعنی شما در $110 که رسید تصمیم میگیرین که پس ای را بفروشین. اما ارز 11 دانه ارز ABC را که دارین، زمانی که قیمت یک ABC $110 شد، تصمیم میگیرین که ای را بفروشین. خب اگر بفروشینش در هر ارز ABC شما $10 مفاد میکنین، که در 11 دانه ارز ABC در هر کدامش که شما $10 مفاد بکنین، شما مجموعاً چند دلار مفاد میکنین؟ $110 شما مفاد میکنین. اینی که است 110 که دست چپ نوشته است قیمت ارز است، 110 را که دست راست نوشته کردم ای اما مفاد است که شما کردین. یعنی چی؟ یعنی شما $110 تنها مفاد شما شد. $100 سرمایه را خود داشتین که داشتین، $110 را شما مفاد کردین که مجموعاً بعد از این معامله سرمایه شما در اکاونت شما از 100 تبدیل شد به $210. خدا کنه که فهمیده باشین، واضح است، انشالله سخت نیست. 11 دانه ارز بود، در قیمت 100 خریدینش، در قیمت 110 زمانی که رفت، قیمت هر ارز در 110 که رفت فروختینش، شما 11 دانه از این داشتین، دمو هر کدامش که $10 مفاد کردین، شما مجموعاً $110 تنها مفاد کردین. $100 سرمایه تان خو هست که است. مجموعاً فعلا برای معامله بعدی سرمایه شما شد $210. خب این حال دیگه کدام یک خوب است؟ حتما شما میگین که فیوچرز خوب است و واضح است که فیوچرز خوب است دیگه. اما یک معامله را انجام میتین، 100% معامله مشابه در یک قیمت که دوجه میخرین، اینجا هم در اون قیمت مفروشینش، میخرینش دوجه که در کدام قیمت مفروشینش، اینجا هم در اونمو قیمت مفروشینش. اما در معاملات سپارت در اونمو معاملیتان شما $10 مفاد میکنین، اما در معاملات فیوچرز اگر این معامله را انجام بتین
به اونمو قیمت با اونمو سرمایه شما $110 مفاد میکنین، یعنی 10-11 برابر شما بیشتر مفاد میکنین در معامله فیوچرز. خب چقدر خوب شد نه؟ حتما دیگه از این میال تصمیم گرفتین که فیوچرز را میکنین. اما در اینجا یک موضوع است، ما شما خود تنها سر مفاد از این صحبت کردیم، گفتیم که در معاملات سپات و یا اندازه ممکن شما مفاد بکنین، اما در معاملات فیوچرز در اونمو معامله شما ممکن به این اندازه مفاد بکنین که تنها سر مفادش بحث کردیم. در صورت ضرر باز چه قسم میشه؟ اینمی دیجه که شما دیدین دیجه خب قیمت بلند رفت، قیمت ارز بلند رفت، شما در 100 خریدینش در 110 رفت، خب طبعا که مفاد میکنین. اما اگر قیمت ارز بلند نره و پایین بره، در او صورت باز چه قسم میشه؟ به اینکه براتون تشریح کنم. در معاملات سپات خو شما $100 را داشتین، با $100 ارز ABC را در قیمت 100 خریدین، در اکاونتتان $100 سرمایه را دارین. یک ارز به نام ABC وجود داره در مارکت بایننس که قیمتش $100 است. شما میتونین تیار $100 را دارین، یک دانه از این را میخرین با امید از که قیمتش بلند بره و شما مفاد بکنین. اما برعکس چی میشه؟ قیمت از این پایین میره. امی که شما خریدنش در اکاونتتان یک دانه ارز ABC وجود داره، شما خریدنش در قیمت 100. شما که نگاهش کردین یک وقت میبینین که صبح از خواب که بیدار میشین میبینین، وارد بایننس که میشین میبینین که قیمت ارز ABC برعکس پایین آمده. یک ارز ABC ارزشش $90 شده. خب اینال معلوم دار که اگر شما بفروشینش دمی $90، $100 تان تبدیل میشه به $90. و فرض کنین که در اینمیجا تصمیم گرفتین، میگین که خب اینمیل در میجا مفروشمش، میترسین که نشه قیمت از دیگام پایین بره، در 80 نره، در 60 نره، در 50 نره، در اوجه که بره خب $50 ضرر میکنین. خب خیر بیا میجا می $10 ضرر قبول میکنم، اما از بیشتر قبول کردن نمیتونم. از او خاطر در اینمیجا دمی قیمت $90 ارز ABC تان مفروشین که در اکاونتتان میایه $90 و این قسم شما ضرر میکنین. چقدر ضرر میکنین؟ $10 شما ضرر کردین. $100 را بند کرده بودین، $10 ضرر کردین، رفت در اکاونتتان فعلا وجود داره $90. $100 تان تبدیل شد به 90. واضح است، سختی نداره. خب در معاملات فیوچرز باز ضرر چه قسم است؟ اینیش بسیار مهم است. اگر در سلاید قبلی فیوچرز خوشتان آمده باشه، حال بیاین که بفهمین که در صورت ضرر باز چه قسم میشه. خب $100 را در اکاونتتان سرمایه دارین، 10x لورج میزنین، یعنی بازار برتان قرض میده که میشه سرمایه‌تان امو $1000 بایننس هم که کتش یک جای شوه، سرمایه‌تان فعلا برای معامله‌ای که شما میخواین انجام بدین میشه $1100. با این $1100 شما باز میرین در مارکت بایننس و ارز ABC را میخواین بخرین. ارز ABC قیمتش $100 است، با $1100 شما در قیمت 100 11 دانه ABC را میخرین با امید از که قیمتش بلند بره و اگر بلند میره شما زیاد مفاد میکنین، حتی با برابر سرمایه‌تون شما مفاد میکنین اگر فقط $10 قیمتش بلند بره، مثل که در سلاید قبلی براتون نشان دادم. خب شما 11 دانه ارز ABC را در اکاونتتان دارین، صبح از خواب بیدار میشین میبینین که قیمتش آمده در $90. شب قیمتش $100 بوده، شما 11 دانه از این خریدین، صبح که بیدار میشین میبینین که قیمتش آمده یک دانه ارز ABC قیمتش $90 است. خب اینال در اینجا دیگه شما چقدر ضرر میکنین؟ ایره مهم است. اگر در صنف حضوری میبودیم ما از شما سوال میپرسیدیم که خب چقدر ضرر میشه، شما هم حتما همی جواب را میتین که در اینجا ضرر شد $110. چرا؟ به خاطر که تو خود 11 دانه ارز ABC را داری در اکاونت،
هر ارزت ارزش $90 را داره. تو که بفروشیش دمی هر ارزت تو $10 ضرر کردی. 11 ضرب 10 میشه 110. سرمایه تو $100 بوده، ضررت $110 شد که هنوز $10 اکاونتتان قرضدار شد. سرمایه تان $100 تان خو رفت که رفت، $100 هنوز قرضدار شدین. خو این موضوع چه قسم است؟ اینال شما حتما سوال میپرسین، در ذهنتان سوال است که خو اینال که ما اکاونت قرضدار شد، باز اگر دیگه پول پرتیم این $10 را پس به شما بایننس میگیره یا چطور؟ جوابی است که هرگز اکاونت شما به قرضدار شدن نمیره. چه قسم؟ یعنی هرگز شما قرضدار نمیشین، اکاونتتان هرگز قرضدار نمیشه. ضرر تا حد سرمایه شما که رسید، در اوجه اتومات بایننس این معامله را بسته میکنه و خودش $1000 قرض خود پس میگیره، شما را رها میکنه با یک عدد صفر کلان. خدا کنه که فهمیده باشین که چرا. یعنی شما $100 سرمایه دارین، 11 دانه ارزتان $110 ضرر کرد. خب این به 110 ضرر نمیمانه بایننس موضوع را. زمانی که همین ضرر به 100 رسید، ضرر که در 100 رسید، این معامله مکمل اتومات بسته میشه. $1000 مالر هیچ چیز را نمیبینی، سرمایه خودت خود ضرر رفت، در اکاونتت صفر ماند. یعنی بفهمین که بایننس هرگز $1 ضرر را کتان قبول نداره. اگر مفاد کردین خونوش جانتان بگیرین، مفاد رو نمیگیره. اگر ضرر کردین امو قسم ضررم بازو متقبل نمیشه. امو ضرر شما باید شما از این سرمایه خودتان بتین که در اون صورت سرمایه تان ضرر به اندازه سرمایه شما که شد صفر و معامله بسته میشه. فقط مفاد را که شما کردین او ای شد که سرمایه شما از بین رفت. کس ملامت هم نیست، خود شما این معامله را انجام دادین، شما 10x لورج زدین، خب قیمت که پایین رفت، شاید تحلیل نکرده باشی، شاید دقیق تحلیل نکرده باشی، یا چرا مدیریت ریسک را نداشتی. در همین معامله فیوچرز زمانی که ضرر به همین 60 و 70 رسید، باید معامله را خودت بسته میکردی. تایی که صفر میشه تو اختیار داری در هر جایی تصمیم بگیری را بسته کنی. مثلا در ضرر 50، در ضرر 40، در ضرر 30، در ضرر 70 تو میتونی معامله را خودت بسته کنی. اما به صفر که رسید دیگه از اختیارت برآمد، بایننس بستش میکنه، تو و صفر میمونی، بایننس رفت پشت راه خود. اینی صفر شدن را لیکویدیتی مینامند. اینی اصطلاح را از امروز به یادتان باشه که لیکویدیتی چی است. شما دیگه در عنوان یا در اصطلاح لیکویدیتی ماستر شدین. شاید شنیده بودین یا بعد از این بشنوین، ولی پیش از پیش شما میفهمین که لیکویدیتی چی معنا. گفته میشه که مثال پلانی لیکوید شد، پلانی لیکوید شد. این چی معنا؟ یعنی اکاونتش صفر شد، سرمایش صفر شد، ضرب صفر شد. ایناله از اینجا بفهمین که معاملات فیوچرز خطرش به این اندازه است. خطرش به چه اندازه است؟ خطرش به اندازه صفر شدن سرمایه شماست. خطرش به اندازه است که ممکن شما در معامله فیوچر سرمایه‌تان از دست بدین. این خود $100 است. مردم با میلیون ها دلار خود در معاملات فیوچر از دست میتن. زمانی که بازار زیاد پمپ و دمپ میشه، در روزایی که اگر بلد باشین و نباشین هم بعد از بلد میشین. باز اگر روزا می قیمت هم تو میده و به طرف بالا، ولی یک دفعه میزنه به طرف پایین. خب به طرف پایین که بسیار شدید بازارا بفته، قیمتا بفته، دونو روزا یا دونمو روز باز شما میتونین ببینین که مردم لیکوید میشن. یعنی در وبسایت هایی که نشان میده، شما سرچ کرده میتونین، تحلیل کرده میتونین، میبینین که مردم ها لیکوید میشن. مجموعاً روزایی میه که 1 میلیارد
1.5 میلیارد 2 میلیارد دلار در بازار لیکوید میشه، یعنی صفر میشه از مردم. دو مردمای هم پیدا میشن که 10 میلیون دلار 20 میلیون دلار لیکوید میشن، یعنی جای به جای دمو یک معاملهشان 10 میلیون دلار خود از دست میتن، صفر میشن. چرا؟ دلیلش میفهمین که چرا. شاید $10، شاید $100، شاید $1000، شاید $10,000، شاید $1,00,000 را تو در این معامله بند کنی. به هر اندازه که تو پول را بند میکنی، مهم قیمت است. قیمت که به اون اندازه پایین رفتید که سرمایه تو صفر شود، بسته میشه معامله، تو صفر میشی. خدا کنه $1,00,000 بره، خدا کنه $1,000,000 بره، تو صفر میشی. این شد ضرر هر دو نوع معامله. مفاد هر دو نوع را سرش صحبت کردیم، ساختارشی که چه قسم انجام داده میشه رو فهمیدیم و ضررش هم فهمیدیم که ضرر اسپات چقدر است، ضرر فیوچر چقدر است. حالا ضرر اسپات چه قسم است؟ در اسپات، در معاملات اسپات هرگز شما صفر نمیشین، هرگز سرمایه خود از دست نمیتین. درست است؟ چرا؟ به خاطر که دلیل شما اون میفهمین. حتی اینمی ارز بیخی قیمتش به $10 میه، به اوجام شما فقط خود زیاد است، سعیز که زیاد است، $90 تان از دست دادین، اما دقیقه خود نمیشه که صفر بشه. اگر $90 هم ضرر بکنین، بازم $10 را در اکاونتتان دارین، از سرمایه تان $10 میمانه برتون. مثال $50 بیخی ضرر کردین، $50 میمانه، تو نیست که صفر میشه. حتی اگر تریدر شوین، هرگز سرمایه تان صفر نمیشه در معاملات اسپات. خب انشالله که بحث را فهمیدین. حالا یک موضوع دیگره براتون میگم که ما و شما کدام نوع معامله را انجام میدیم. این موضوع مهم است. معاملات سپات را انجام بدیم یا معاملات فیوچرز را؟ از این میال خودتان جوابتان میفهمین. اگر بسیار ریسک پذیر هستین، یک سرمایه کم را میخواین به ضرر بدین، فیوچرز را انجام میدین. اگر هوشمندانه میخواین کار بکنین با پول زیاد، البته اینا ایران باید فهمیده باشین که دیگه معاملات اسپات پول زیاد را نیاز داره، به خاطر که مفادش کم است. ریسکش که کم است، به مو اندازه مفادش هم کم است. با $100 $10 را جور میکنی، اینمی $100 اگه $1,000 باشه، تو $100 را جور میکنی. با $1,000 $100 را جور میکنی، با $10,000 $1,000 را جور میکنی، با $1,00,000 $10,000 را جور میکنی. یعنی هر قدر که سرمایه تو زیاد میشه، در معامله اسپات با مو اندازه مفادت هم بیشتر میشه. معامله اسپات سرمایه زیاد را نیاز داره، اما ریسکش کم است. و معامله فیوچرز با پول کم، حتی با $10 و با $100 انجام داده میشه، مفادش بسیار زیاد است، اما ریسک از این وجود داره که هر لحظه در هر معامله تون ممکن شما صفر شوین. البته اگر مدیریت ریسک را نداشته باشین. مدیریت ریسک هم داشته باشین بسیار سخت است. خب این حال میم سر جواب امی سوال که کدام نوع معامله را شما، امی خود شما 3 یا 4 نفر، کدام نوع معامله را انجام بدین. فعلا معامله اسپات، مطلق معامله اسپات را انجام میدین و فیوچرز دست نمیزنین، سخت است. حداقل 5 سالی تجربه نیاز داره معامله فیوچرز. حداقل 3 سال شما باید تجربه تریدینگ را داشته باشین، مدیریت ریسک را بفهمین، خودتان کنترل کرده بتوانین، سایکولوژی ریسکتان، سایکولوژی ترید را شما بفهمین که چی است، همه مواردش، پولتان برتان ارزش داشته باشه و مدیریتش کرده بتوانین. در او وقتی که باز شما میتونین معامله فیوچرز را انجام بدین. در غیر از او فعلا تا 1 سال تا 2 سال تا 3 سال حتی تا آخر عمرتان مشوره این برتانی است که معامله مطلق، معامله اسپات را انجام میدین. این که سرمایه زیاد را نیاز داره، این مشکل شماست. این مشکل همین معاملات نیست، مشکل بازار نیست. و شما سرمایه ندارین، این مشکل شماست. ولی
شما فقط کسب را یاد بگیرین، این مهارت را یاد بگیرین، در زندگیتون اتو یک روز میایه انشالله که یک سرمایه را پیدا کرده میتوانین، یا حداقل مهارت را یاد بگیرین، پیش یک کسی بشینین بگین که من تو یک کار را یاد دارم، تو سرمایه داری، من سرمایه که من کار بکنم مفادش نیم، این امیال من این کار میکنم، امیال سرمایه را دارم ولی از دیگه کس از کار میکنیم مفادش نصف است. درست است. و یک فرصت دیگه که وجود داره اوی است که در بایننس یک خوبی بسیار، یک فرصت بسیار کلان وجود داره. شما تریدر شدین، مهارت را دارین، میاین فقط $500 را نیاز دارین که در اکاونتتان پرتین، او را که انداختین با این $500 تان در اکاونت خودتان شما معاملات سپات را انجام میتین. به نام کاپی تریدینگ، چیز را نمیفهم شنیدین یا نو مشنوین، اوجا شما میتونین لید بکنین مردم را، اکاونت های مردم را. نیاز نیست به کسی زنگ بزنین، نیاز نیست مارکتینگ بکنین، فقط تو در اکاونت خود ترید را شروع کو با می $500. اوجا مردم تو را میبینه، با میلیون ها مردمی که در بایننس وجود داره تو را میبینه. تریدر مکمل، تریدرهایی که ترید میکنن لید میکنن اکاونت ها را، اونا را میبینه، پورتفولیوشانه. هر کسی که خوششان آمد او را کاپی میکنه. کاپی یعنی چی؟ یعنی در اکاونت خودش که هر قدر سرمایه است او را بند میکنه یا لینک میده که در اکاونت تو، غیر از اینکه تو خبر باشی، غیر از او که از تو کدام اجازه بگیره یا در اکاونت تو کدام مداخله را داره یا تو در اکاونت از او کدام مداخله را داری، فقط لینک میکنه اکاونت خود که اکاونت تو. هر تریدر که تو در اکاونت خود انجام میدی در اکاونت از اون به همون شکل انجام داده میشه. هر قدر مفاد را که تو میکنی به همون اندازه مفاد را او هم میکنه، هر قدر ضرر را که تو بکنی به همون اندازه ضرر را او هم در اکاونت خودش میکنه. این حاله هر قدر مفاد را که تو کردی در اکاونت از او هم به همون اندازه مفاد میشه، از مفاد از او 10% به اکاونت تو میایه. و این کار را میفهمین ما فقط یک هفته میشه که کریت کردیم همی پورتفولیوی خود در اوجه. یکی داشتم او را کنسل کردم، پورتفولیوی جدید را کریت کردم، میتونم براتون نشانشان بدم اما ایجا حال نمیشه. یک چند سرمایه را که ما دارم او را دوجه با او ترید امی معاملات سپات را شروع کردم. امروز روز ششم هفتم است که من در وین هستم، یعنی هر روز یک معامله را انجام میتم و 1-2-3% برام مفاد میده، 4% تا 5%. میفهمین در 6-7 روز صبح میدیدم تا 64 نفر رسیدم می کاپیرای من، کسی که ما را کاپی کردن. ما فقط یک $5,000 سرمایه را بند کردیم، سرمایه خودم در اکاونت خودم. اما دینی 3-4 روز، فقط دای 3-4 روز مردم میبینن که من چه قسم ترید میکنم، خوششان آمده. امی هر دفعه که وارد بایننس میشه میبینم که یک 5 نفر 10 نفر دیگه هم اضافه شدن کاپی میکنن و مجموعاً فعلا با سرمایه از اونا، سرمایه خودم و سرمایه از اونا ما لید میکنم، این سرمایه مکمل به $17,000-18,000 رسیده. درست است؟ یعنی این حال ما هر قدر که مفاد بکنم، مثلا 10% مفاد کردم با ما 5,000 خودم خونه تقریبا $500 میشه مفادم. در اکاونت های از اونا هر قدر که مفاد شد 10% از اونا هم برام میه. این حال اگر من مقسم ادامه بدم فقط در جریان 1 ماه و 2 ماه مکمل سرمایه را که من لید میکنم به حدود $1-2 لک میرسه. اما به صورت زمان که بلد شدین باز میتونین برین ببینید اوجا مردم ها 1 ماه میشه 2 ماه میشه که ترید را لیدینگ را شروع کرده، ولی میبینین که سرمایه خودشان هم $500-1,000-2,000 است، اما سرمایه را که لید میکنه در حدود 1 لک و 2 لک و 3 لک دلار میباشه، حتی تا 7 لک و 8 لک دلار. باز تو در وقت که مثلا در معاملات سپات اگر تو مفاد میکنی 10%، تو فقط 10% به مردم مفاد برسان، مثلا 1 لک دلار را تو لید کردی، در اکاونت های از اونا تو 10% یعنی به هر کدامشان تو 10% مفاد رساندی، یعنی مجموعاً با 1 لک دلار تو بر از اونا 10% مفاد رساندی که مجموعاً مفاد کل 1 لک دلار میشه $10,000. خب این $10,000 مفاد از این پرافیت شیر تو میشه 10%، یعنی از این $10,000 10%ش به اکاونت تو اتومات میای، خود بایننس برات میتیش، اونا باز گرفتم نمیتونن. امی که رفت کنسل کرد کاپی را اتومات
اما حق تو را بایننس میگیره، در اکانت تو بر ترانسفر میکنه. یعنی $10,000 را که تو برشان مفاد رساندی، 10% از اون میشه $1,000 به اکانت تو میاد، در حالی که تو شاید فقط با $501,000 مفاد بکنی که مفادش امی 10% مفاد را که تو در اکانت خودت کردی شاید چقدر میشه؟ شاید یک 10% $1,000 میشه $100. تو در اکانت خودت با سرمایه خودت فقط $100 مفاد کردی با $1,000، اما در دوجه اکانت های را سرمایه را که لید کردی برات میاد $1,000 فقط در یک ماه، با اینقدر مفاد پایین، با مفاد کم، فقط 10%. حالا پس میایم سر موضوع. در معاملات سپات تو ممکن 10% مفاد بکنی، ممکن 20% مفاد بکنی، ممکن 30% مفاد بکنی، ممکن 50% مفاد بکنی، ممکن 60 و 70 حتی 80 و 100% ممکن تو مفاد بکنی. اما ما بر چی میگم؟ تو با اینی اندازه که مفاد کردی تا اینی، ما در حدود 20 30 الی 40% در ما میتونم در یک ماه مفاد بکنم. این حاله به نظر کم میرسه، انسان منطقی میفهمه که چقدر مفاد است. در معاملات فیوچرز مفاد به چه اندازه میشه؟ مردمایی که کلیم میکنن، مردمایی که ادعا میکنن، لاف میزنن که ما اقدر مفاد میکنیم در تریدینگ، در کورسا و اعلاناتی که میشه، استادا که درس میتنو، عام ای است که به مردم میگن که ما در ترید 300%، 500% ماهانه مفاد، ماهانه معمولا تشریح میشه، ما 500% مفاد میکنیم. اما این غیر منطقی است. او قبل از او که 500% مفاد را بکنه اکاونتش صفر میشه. اوجا خط براتون گفتم که چرا او لیکوید میشه. 90 و 95 و حتی 98 و 97% میتونم بگویم که در فیوچرز مردم فقط پول خود از دست میدن، به خاطر که در معاملات فیوچرز طرف مقابل تو بایننس است. اینال تو که بایننس به جنگ هستی، تو هوشیار هستی یا او، حتما از پیشت میبرش. اما در معاملات سپات طرف مقابل تو بایننس نیست، یک تریدر دیگه است که در بایننس وجود داره. بایننس فقط شما دوتا رو با هم روبرو میسازه. تو میخوای ارز ABC رو بخری، او در کنج دیگه دنیا ششته میخوای ارز ABC خود بفروشه. بایننس چی میکنه؟ از او ABC رو میگیره، به اکانت تو ترانسفر میکنه، پول تو را $100 تو را ترانسفر میکنه به اکانت از او. و این کار تو نمیشه که وقت میگیره. امی که تو بای را زدی در اونمو لحظه کار میشه، جای در جای، هیچ وقت هم ناز نداره، فقط در 1-2 ثانیه کار میشه. پس که میخوای بفروشیش در 1-2 ثانیه تو را پس مفروشی، هیچ وقت نمیگیره. حالا ما براتون چی میگم؟ ما براتون میگم خود شما بیرا میشین، حتما بیرا میشین، حتما دستتون کنترل نمیشه، در فیوچرز دست میزنین، معامله میکنین. شاید مرا احمق بگوین که اتو یک فرصت در بایننس وجود داره یا در دنیای ترید فارکس. خب باز بیخی دیگه، پس در بازار تا اوجا باز که برین ایجا اگر 200x استفاده میکنین، اوجا 1000 2000 3000x شما معامله میکنین. یعنی سرمایه که داری 1000 برابر از او بر بروکر قرض میده که به همون اندازه ریسکشان بلند میره. در یک لحظه ممکن اکاونتت صفر شه و هر قدر سرمایه که باشه مدیریتش سخت است. مردم زیاد همین معاملات لورج دار یا اهرم دار یا فیوچرز و اینا که از اینا رو انجام میتن، مردمای هوشیار چی میکنن؟ هوشمندانه کار میکنن. میگه بیادر من میشینم یک ماه معامله انجام میتم، بخشش باشه من زکامم هستم، یک ماه میشینم میگه من کار میکنم با یک چیز سرمایه‌ایم که ما در این اکاونت انداختیمش، میخوایم در آخر ماه یک مفاد منطقی را 10% 20% را بگیرم از بازار که یک دنیا چیز میشه اگر تو سرمایه داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی فرض کو تو یک روز به جای رسیدی که $10,000 سرمایه را انداختی در اکاونت بایننس، خب باز تا آخر ماه هر روز 1-2 معامله را انجام میدی، در آخر ماه فرض کو که تو 20% مفاد کردی. خب این حال 20% 10,000 چند میشه؟ $2,000 میشه. $2,000 کم است. $2,000 که تو
بسیار به شکل منطقی تو بر اساس یک استراتژی، بر اساس مدیریت ریسکت، بر اساس مدیریت اکانت و سرمایه، با وجود ریسک یا خطرات بسیار کم توی را انجام دادی تا آخر ما $2000 را جور کردی. خوی کم است و بس است. از این خاطر براتون میگم که معاملات اسپات را انجام بدین. اگر یک وقت بیراه شدین اول خود نمیتونین. من براتون میگم که نمیتونین. هر قدر تریدر شوی نمیتونی از اون مفاد گرفته. ولی بازم فرض کنین انجام دادین، او کار خودتان است. شاید تریدر شوین که به اندازه قوی و مسلکی شوین که بتونین مدیریت کردن. دلیل دیگه‌ش براتون میگم که خوب نیست معاملات فیوچرز. حتی باید من حیث مسلمان دلیل اول او را بگویم. اویی است که معاملات فیوچرز حرام است. در او سود و ربا وجود داره. در این موضوع رو من هر جای میگم، مسئولیت خود ادا میکنم و در هر جای در هر کنج باز مردم که خودم میگیرن که نه چرا دلایل نمیارن، باز من دلایل خود برشان میگم و کسی تا آخر کتم پیش هم رفته نمیتونه که بگویه که ثابت کنه که حلال است، چون مطلق واضح سود درش وجود داره. اینا اگه سود میخورین، ربا میخورین، حرام میخورین، اونو برین معاملات فیوچرز رو انجام بدین. اما معاملات اسپات این مشکل را نداره. این معامله‌ای که در بازار انجام دادمش رواره است. خب رسیدیم به آخر این موضوع. انشالله که فهمیدین انواع معاملات که در بازار ارزهای دیجیتال انجام داده میشه، انواعش فهمیدین. اسپات فیوچرز را دیگه‌اش بانین، مهم نیست. اناله باید بیایم سر از این بحث بکنیم که بایننس، بریم وارد بایننس شویم. در بایننس اکاونت چه قسم جور میشه، در اوج خرید و فروش چه قسم میشه، بخش اسپات را چه قسم دیده میتونین، بخش فیوچرز را چه قسم دیده میتونین. مارکت به دو قسمت تقسیم میشه که یکی اسپات مارکت است، یک فیوچرز. از این خاطر موضوع را در ابتدا براتون تشریح کردم که بعد از این در هر جایی که شما اصطلاح اسپات و فیوچرز را با او روبرو میشین در داخل بایننس میفهمید که هدف چی است. اناله بایننس را شما در موبایل استفاده میکنین. در موبایلتان اپلیکیشن بایننس را دانلود میکنین، وارد میشین، در او اکاونت جور میکنین. از صفر تا تشریح بایننس که در بایننس والت چی معنا، مارکت چی است، خرید و فروش چه قسم میشه، آردر چه قسم میتی، این چیزها را کلشه ما در یک چند ویدیو خودم براتون ریکارد کردیم. در اینجا نمیشه. اینا اگه برم در موبایل باز اسکرین را کتون شیر میکنم باز گدودی میشه، این ریکاردم خراب میشه. اینمی چینلتان اونا را یک 5-6 ویدیوز در موبایل ریکاردش کردیم، اونا را هم براتون ارسال میکنم. بعد از اینکه اینی ریکارد همی جلسه را براتون ارسال کردم، شما اونا را میبینین. باز بخیر تا جلسه فردا باید آماده باشین، باید اکانت بایننس را هر کدامتان داشته باشین، او را با پاسپورت یا تذکره‌تان وریفای کرده باشین میخواین. و اون موضوعاتی که در ویدیوهای دیگه گفته شده اونا رو باید تماشا کرده باشین. بسیار ساده است، بسیار ترید، دنیای ترید سختی نداره. ایتو نیست که این حال دیگه تو میشینی تاریخ را حفظ میکنی، باز مکانیکی حفظش کنی، باز نیاز به این باشه که چند ساعت بشینی درس بخوانی، باز امتحان باشه. نه، او گپا نیست. این موضوعی که براتون تشریح کردم واضح فهمیدید. ویدیوهای دیگر هم ببینید میفهمید واضح. شیوه درس ما و شما مینه خوب است، به شکل است که درس از پیشتان مس نمیشه. ویدیوهاست، جلسه آنلاین میشه و هم ریکارد میشه مکمل. چیزی که نیاز باشه در امی چینل براتون آپلود میشه، در داخل امی چینل میبینینش. دانلود کردن نمیتونین، ریستریکت شده. در داخل امی چینل میبینینش. جلسه هر روز را کسی که غیر حاضر باشه و غیر حاضری مطلق بند. یک نفر ثبت نام کرده، فردا کسی که ثبت نام کرد پیش میبریم، کسی که نکرد ما با هم یک نفرم تو پیش میرم و می صفر را تا آخر برش میرسونم چون حقش است. خب اینال شما سوالایتان بپرسین. کی سوال داره؟